کیارش اسم از چنل کیا گیم 90 خوش اومدین به اولین ویدیو چنل یوتیوب من. برو امروز اومدیم با یکی از بچه‌ها که قرار زیاد باش ویدیو بگیریم، ویدیو فورتنایت زیاد باش میگیریم. مزدک سلام کن داداش. سلام کیارش چطوری؟ سلام بچه‌های چنل کیا گیم 90. خب بچه ما اولین بار تو کیارش با اومدیم لگو فورتنایت. آره دیگه گفتیم یه چیز گوگلی بیاریم. همین اولین ویدیو نریم یه راست بتل رویال. خب بریم شروع کنیم فعلا. شب شد چرا؟ چون ما داشتیم تلاش میکردیم که خودمون رو درست معرفی کنیم. آره ما نوبیم الان. آره یه ذره سخته دیگه چون ما کلا چنل نداشتیم. بریم اولین چنل ما. به هر حال خب اول از همه بیا بریم قضیه بخوریم که الان از گوشتگی میمیریم. خب من چیه قضیه رفتیم کردم. یه راست گوجه یه میله تو بچه شد بازی نه ما یه چیکار کردی؟ یه تبر به ما یه ترکی تو دهنم داده. من ندارم هنوز. بریم تبر رو بگیریم ازش. بچه از من سوپ شده بود اون برای چیز دیده بودم، یه ویلیج چیده بودم که آره یه ویلیج اونورا هستم. فکر کنم ویلیج اصلی بازیه. ما که حالا اینجا هستیم داره من که میبینیم اینجا ویلیج. خوابیده داداش. چرا این؟ الان داداش به ما هم تخت میدی؟ نه با بریم تخت بگیم. اوکی مرسی به منم داد. خب بریم چوب بزنیم. چوب بزنیم تختمون رو بسازیم. اینو باشی تختشو من میخوام تو برو چوب بزن. تختشو بکن بذار اینجا. بریم با هم چوب بکنیم. فعلا بایستا نه بایستا میکنیم فعلا بس بریم چوب بزنیم که چیز کنیم. این چوب رفته اینجا چه خوب نمیده. آره الان چون تو این آپدیت جدیدش بیا اینجا از اینجا میوه بکن بخور. اینجا چه میوش خوبه مزدک. بیا اینجا ببین اینجا هم میوش خوبه. آره فعلا بیا کیارش با بریم چوب بزنیم. من زدم. سرده اینو چی هم جدید اومدن؟ کرفتینگ بسازیم. کیارش من دارم کرفتینگ میسازم. اوکی من یه چیز جدید اومده تو بازی. من خیلی دوست دارم بدونم چیه. بچه اگه میدونید اینا چیان آره چیزی جدید نسیم که به بازی اضافه شده برای منم جالبه. آره دلیلش که ما دیدیم اینه که یه سری آدم ها اضافه شد، یه سری موجودای جدید هم اضافه شد. موقعی که اصلا لگو فورتنایت ما تو یوتیوب نبودیم ولی فورتنایت بازی میکنیم. آره خب ما خیلی وقت لگو فورتنایت بازی میکنیم عوض شد دیگه. اصلا ما خیلی وقت فورتنایت بازی میکنیم ولی خب چی میگه؟ آره خب میگه برو برای من پاینپل پخته شده بیار. حالا بذار خب من اون پاینپل یه چند ولی یادم رفت بپزم. سه تا داد پاینپل بهم خودش 3 تا داد. میگه فقط پختش بکن. خب واسه من فرنس بس ببینم چی میخواد. یه بعد گریلش میکردیم که الان من گریلش میخوام واسه گریل داری؟ خوب. آره این پشت بیا. خب بریم پیککس هم بسازیم چون پیککس هم خیلی مهمه. من یه پیککس بسازم کیارش ولی باید فکر یه چیز باشیم. ما بریم که چیز بگیریم یا بریم اسکلت بکشیم بوم بگیریم وسیله‌های بونی بسازیم. بونی خیلی بهتره. اینجا رو نگاه کن ویو الان تو مثلا نشستی داری فیلمی اونجا رو میبینی. خب حالا که اینطوره بچه من حالا یک برنده هستم اینجا. خیلی ممنون. واقعا اصلا من جدید اومده ما منم ولی من نخریدمش. بتل پاسو داشتم وارماشین شد. کیارش من تازه تاموسم هستم. جدی میگی؟ بچه ها راستی امکان داره ما هر دفعه حالا با سینای متفاوتی بیان. حالا مثلا دفعه بعد من میتونم دکتر دوم بشم. کیارش چیز دیگه بشه. کیارش دکتر دوم بشه چون منم بتل پاس دارم. آره خب کیارش پاینپلای پخته رو بخورم. پاینپلا بده بهم. پاینپلا بده. بایستا نده بخوام بده. من دادم بهش فشار. میشه بزنمت؟ بیا ببینیم بدو
بیا بریم فعلا با وسیله جلب میکنم. بیا من باید چیز آپگرید بکنیم، ویلیجو 3 تا پاینپل فکر کنم میخواد. فعلا بیا باید آپدیت من رفتم سلام. دیدم 3 تا پاینپل رو برای آپگرید اول میخواد. من پاینپل معمولی هم بردارم بیا غذا آدم بزنم. اینستیارش. آره یه آپدیت جدیدی که اضافه شده برای این بتل باسان آدم داره. چه باها آره گرش برو پیش اینا یه چیز خفن برات دراپ میکنه. بذار باشه. اینجا یوتیوبر میتونن راحت فوش بدن. من قبلا تو آپارات کار میکردم نمیشد اونجا فوش شد. دفعه بعدی اذیت بکنی فوشی میدم دیگه. آها ببین دفعه بعدی از تو کرم بریز 10 تا سابسکرایبر بشین. داداش میدونستی منم کیارش اینجا تو باید عجیب غریبی میده. چه بچه نیست. What the fuck این چیه؟ فیلین ناک پیستون تو خود بازی پیرش اگه رودش کنیم و چند تا بون و یه دونه کردان بسازی میتونیم باش یه جورایی مایه قهوه بسازی. بیا بسار بیا بریم گان برام من آنلاک اینجا ببینم چه خبره. کرش من گان آنلاک کردم. من گان آنلاک کردم میتونم گان بسازم. چقدر آسون میشه ساختش. باشه اگه کرش آره بریم خواستیم بریم اون کرش بریم اون یکی ویلیجر رو ببینیم راستی. وایسته که بیا اینجا رو بگیش کنیم. باز به ما چیزه حالا داشتم میگفتم من که بچه امکان داره این سری وقتی صدا میمون قطع شه یه ذره بچه کیارش اینجا دوتا بیت هست میتونیم اینجا رو خودمون کنیم. هپی جدی میشه اینجا رو خودمون کنیم. میتونیم مثلا تخته هم بکنیم. نه تاختر نکنیم کیارش جای خیلی خوبیه. اینا هم باید بخری تا بتونم این جایی رو بگیری یا آره اینجا رو بین خودت کن. من که چون ببخشی یه ذره بعضی وقتا امکان داره لگ بشه به خاطر اینه که نت ایران یه ذره بده. نت ایران مگه بقیه تو خارج نده نصف الان کسایی که دارن میبینن چت میبینن. خب ببین باید اینجا بازسازی بکنیم. خب آره با اینجا رو بازسازی بکنیم ولی فعلا بازسازی بکنیم فعلا تو خونه نمیخوابیم بنابراین از اینا اینجا میسازیم. کیارش اینجا نساز اینجا بساز که اینجا رو بپوشونه. ببین کیارش اینجا رو ببین اینجا میسازیم که اینجا رو بپوشونه کسی نتونه بیا. دیگه خرابش میکنم تو برو میکنم. آره من اینجا میسازم اینو یه دونه این شکلی میذارم. فقط باید تو بسازی چون من ندارم. اوکی تا اون موقع که تو اینجا رو میسازی من برم بزنم و از این دور برم به اون ویلیجی سر بزنم ببینم چی. خب بزن اینجا هم ولی یادت باشه دیگه اینجا ویلیجه اینجا یه جوری خونم. اوکی مارکر نمیتونی بسازی. پاینپل کلی جاش فکر کنم اینجا رو بیل کنیم بهتره چون این ویلیجه قشنگ اینه ویلیج تو عکس بازیه. بیا اینجا تو آپدیت بچه نها کنید الان شما بچه یه لحظه بچه ها من اومدم منو بهتون نشون بدم. منو پیسه که میخواستم بهتون نشون بدم اینجا ویلیج نفره نمیذاش استوب میکرد میگفت نمیشه نشون بدم. ولی اینو بعد خراب میکنیم. کجایی منم بذار بیام نمیذاش نشون بدم. چی تو ویلیجم یه گرگ اینجاست مزدک بیا این بر کمک داداش بیا اینجا کلی جالب داره. واسه من اینجا ای لعنت بهت کیارش اینجا مقام اعلام بعدش بدبخت شدیم. میکشیمشون. آره میکشیمشون ویلیج تصرف میکنیم. آره باید تصرف ببین خفن ترین ویلیجی که من تو کیارش فکر کنم الان میتونم دیگه گام بسازم. اوه چه قشنگه. بیا ببین کلا اینجا اولش کیارش یه زنه مسئله دیگه بردارم چیز شده یا خودم گام دارم.
میگه گمشو کردم جانش بیا اینجا ویلیجر نیست یارو بدو اول آی دارم میمیرم بذی پاییناپلا رو بخورم آره داشت گم دارم بارای جدید اضافه شده اصلا تو بازی آره از این پیستونی چی من دوست دارم فکر کنم آره من از اینا خیلی دوست دارم بزنش من یک پیستول اونا که با خدا بده من اگه کشیش پیستولش من باشه بده حالا بذار به شکستشون بدیم اینجا رو باید برای خودمون تصرف آره زدمش پیستولش هم بردم بیا اینجا هنوز هستن آی زدم دوتاشونو گامشونو بس بردارم یا ابوالفضل دینامیت هست ترکیرش من نکنه زیاره دینامیت هستشه از پشت بزنه شب پشت این یارو بزن من با این 3 نفر دیگه می‌جنگم بابا ریدم مردی خیلی سختن اینا کشتن شیلد گرفتم ایول چرا سیاه خب گرش بودو بیا اینجا دورم بچه چه شکلی بچه من یه آپدیت کردم که دادم مثل که وسیله هامون میمونه الان وسیله هامون جدی؟ آره بیدون بایستا پس بذار من یه چیزی چک کنم شاید تنظیمات این من چیز کردم که وسیله ها بمون یه دام ببخشید من باید چک بکنم چک بکن من دارم میگم پلیر اینویشن آره کیرش بچه اگه میخوان بریم اون بالا کیرش ببین قبلا خودت میتونستی انتخابش کنی الان خودش شده به صورت طبیعی الان خودت مثلا این اتفاق میفته موقع این شکلی نبودی خیلی خوب شده خیلی بهتر اتفاقا ولی خب وقتی بخوایم یه ذره پرو پلیر تر بازی کنیم باید چیز کنیم کیرش خیلی زیادن بیا این کل ویلیج رو چیز کردم ببین اگه این ویلیج رو هم برای خودم بگیریم مثلا یه سری سوناکی میکنیم انباری بعد مثلا آره باید بکنه کل ویلیج رو حتی خودمون باید دارم این کار میدونم من دارم با شمشیر میزنم من دارم سنگ پرت میکنم چجوری؟ دارم یه ویلیج مسلک آره من دارم میدونم از شنگ اینا در میارم 3 نفر میشونم دارم سنگ پرت میکنم به من دستی دارم کوکونات چیه؟ یه نفر مونده حالا میخوام بزنمش That's a last shot از اینا خیلی شات از این گنگین اسم اینا هیچ وقت میکنم نمیشه و هیچ وقت علاقه ندارم بودو بیرید رو کنده وایسا من اینجا آدم ها رو دارم یه دونه خودم میکشم من رفتم که مرکز اصلیشون رو کنار دریاه من رفتم شit اینجا ریدم سوگو موالا ادک بیان اینجا مزدک تو من اصلیشون رو جواب کس خیلی بزرگ پیدا کردم موندی؟ جارش کلی وسیله پیدا کردم از توی کسی خیلی بزرگ وسیله ها ببر تو اون یکی ویلیجه یا خود چند اینجا زندگی میکنی دیگه چرا ببریم تو اون یکی ویلیجه نه ببر اونجا هم باید خب از اونجا هم باید وسیله ببریم بیا ببین اینجا خونه موقت بیارش اینجا خونه موقت اینجا چه خفنه ولی واه بذار من اینجا یه دونه بتونم بذارم یا یه دونه ویلیج مثل ویلیج چی میخواد چوب رو میخوام گیره سنگ میخواد چی یه لحظه واسه
واسه من شد که مثل دارم میام. اوکی تو تا میای یه دلیزه تو میگه یه چیزی تو ماریو انگار جرقه نمیدونم چه هر دفعه میزنم یه چیزی رو میکشم یا میزنم بهم میده نمیدونم چیه. خب الان میتونم یه دونه ویلیج بسازم کیارش اینجا من یه دونه ویلیج میسازم اوکی. نه اینجا ویلیج هست نداشت خودش همین الان. کجا؟ همین جایی که هستیم یه ویلیجه. نه چرا هست ناکن اینجا ویلیج یاروه اینجا ویلیج یارو. بیا حالا اینجا خودش هم در شدم ویلیج نکن ویلیجش نکن تو کلاس چرا؟ اینجا بهتره اینجا نه برای خودمون کلش روزه برداریم. ای من خونم پیدا کردم. خب چی شده؟ خونم رو پیدا کردم. ببینم آتیش بگیر. دو طبقه هم چست داره بسید نه این چستی. من چیزی رو باز کردم اینجا. من چیزی اینجا رو باز کردم. ای شیت بوده پاشو. بگو طبقه بالا نه کیرش اینجا رو ولش کن اینجا جای خوبی نبود اصلا. داغونم هست. من اینجا میمونم. من اینجا میتونم زنده بمونم. من میرم خونه پس. اوچ خداحافظ تخت منو بکن اگه دوست داری. که ولی میگه من میگم که کیرش کمپی پیدا کردم. کیرش من یه فکری دارم بگم چی؟ وایسا اینجا دارم دیگه. حتی جایی که تونستم دارم اینجا تعمیر میکنم. اینم دیگه چند کیرش یه چیزی فهمیدم. دونستی خونه‌های استار وارزیمونم هست؟ هنوز اینجا حالا یعنی من کاپون استار وارز بسازم؟ اصلا تو من آره ببین از این ریبلا هستن تو من. اوه ولی خیلی سخته بابا باید چه فکر کنم بیتم بد شد. عالی بیتم بد شد صدا مزید بد شد اما نمیره فقط کجا کنیم. بچه ها مرسی این ویدیو دیدین. دیت بازی هم چیز شد دیگه ببخشید. این اولین ویدیو بود. ممنون میشم اگه سابسکرایب بکنید زنگوله هم بزنید اگه دوست داشتین ویدیو لایک بکنید تا یه ویدیو دیگه. فعلا